من از شما میخوام بدونی که دو سر این طناب رو رها کنید، توی این یه گره بندازید. ببینید میشه؟ نه نمیشه. باز رها میشه. ببینید الان من میخوام بدونی که دو سر این رو رها کنم، گره توش بندازم. خب میخوام یه چیزی رو بگم. اجازه بدید میخوام یه چیزی رو بگم. هر کس تو زندگی شما گره ایجاد میکنه، اول گره خودش ایجاد میکنه تو خودش. اونی که مشکلی توی رفتار شما، توی خونتون، توی زندگیتون ایجاد میکنه، اول مشکل توی خودش به وجود میاد. تا یک کسی حالش خراب نباشه نمیتونه حال شما رو خراب کنه. اون آدمای حال به همزن حال خراب کن همونایی هن که در ابتدا حال خودشون خراب میشه. اونی که نون دیگری رو میبره، اول نون خودش رو میبره، بعد نون دیگر رو میبره. دوستان عزیز، هر وقت با آدمی مواجه شدید که گره تو زندگی دیگران ایجاد میکنه، بدونید که اون از حتی گره توی خودش و توی وجودش ایجاد کرده. مرسی.